هموطنان عزیز، پدران و مادران و خواهران، در هر کجا که هستین سلامت و سربلند باشین، لباس عزت و عافیت در تن داشته باشین. این لحظه که هست الحمدلله که در نزد یکی از شخصیت‌های بزرگ، یکی از شخصیت‌های شناخته، یکی از عالمان و دانشمندان قرار دارم که بابی ایشان عبدالخلیق جان هست. از این فرصت طلایی استفاده برده از ایشان در حق تمام هموطنان طلب دعای خیر میکنیم که امروزها در مرز و بوم تاجیکستان خاصتا در باروخ یک حمله نوجوانمردانه، یک حمله نامردانه بر اهل باشندگان باروخ شد که چند نفر از هموطنان ما کشته شدند. در حق آنها و در حق تمام ملت و هموطنان بابیشون یک دعای خیر کنند در این ماه مبارک رمضان. البته انشاءالله خیلی جناب رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم در حدیث دربارشان میفرماید که دعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است. انشاءالله در این ماه مبارک رمضان که نزول قرآن و ماهای رحمت و مغفرت است، انشاءالله امیدواریم که دعا بکنیم، دعای ما و شما و درگاه خدا مقبول گردیده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة وكف أيدينا عن الظلم والسرقة وسد أسماعنا عن اللغو والغيبة واعذ أبصارنا عن الفجور والخيانة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم برأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكنة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن سره وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بفضلك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.